در فاصله 75 کیلومتری از بامیان، مرکز استان بامیان، یکی از معروفترین زیبایی‌های افغانستان قرار گرفته است. اینجا بند امیر نخستین پارک ملی افغانستان است. بند امیر شامل 6 دریاچه است که چون یاقوتی سبز می درخشد. او پایین کسته بند قنبره، از او بالاش بند غلامایه، این بند حیبت است. بعد از بند پنیر بند زلفقار میگن. همه این دریاچه ها همچون سدهای طبیعی جدا از هم هستند. بند حیبت زیباترین و بند زلفقار بزرگترین آنهاست. در فصلی که مردم زائر زیاد میاد بند امیر، در تعطیلی اسد است که مکاتب رخصت است و عید قربان است. اما کسانی که با تحمل سختی های راه به بند امیر می آیند هم یکی از عجایب زیبای خداوند را در اینجا می بینند و هم روح خود را جلا می دهند. در اینجا قدمگاهی است که مردمان را منتسب به یار غریبان می دانند. ما از غزنی آمدیم برای زیارت قدمگاه بند حضرت امیر. بسیار احساس خوبی راحتی کردیم. هرچند افغانستان این روزها اوضاع آرامی ندارد، اما در 3 روز آتش بس عید قربان امسال بین طالبان و دولت افغانستان 100,000 نفر از مردم این کشور به اینجا آمدند. آماری که در افغانستان بی سابقه بود. آرزوی ما و آرزوی ملت افغانستان که صلح سرتاسری در افغانستان بید. کل مردم افغانستان به از اینجا دید و بازدید. و در فصل زمستان بند حیبت کاملا همین چند تا بند کاملا یخ میزنن. دیگه تردد مردم، حسب، سوار، مثلا حیوانات کلی از روی از یخ مورن. قریه در قریه مورن. بند امیر با ارتفاع نزدیک به 3000 متر از سطح دریا یکی از مرتفع ترین دریاچه های جهان به شمار می رود. بندهای طبیعی بند امیر یکی از معدود نقاطی در افغانستان است که هر کسی به اینجا میاد برای لحظاتی هم شده درگیری ها و ناامنی های افغانستان فراموش میکنه. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، بند امیر، افغانستان.